گایز، خوش اومدید به چنل یوتیوب من. امروز اومدم با یه ویدیو فوق العاده جنجالی که قراره بازی کنیم. خب قبل از اینکه بازی رو بهتون توضیح بدم، این کلیپ رو میخوام با خواهرم بگیرم که کنارمه و گفتم که بازیمون اینجوری باشه که من بازی رو توضیح بدم. خب خب بچه‌ها ببینیم بازی به این صورته. ما اینجا 10 تا برگه داریم، 10 تا کاغذ برگه. بعد 10 تا کاغذ برگه، 10 تا برگه داریم. بعد نفری 5 تا برگه برمی‌داریم. بعد هر کدوممون 5 تا حالا به دلخواه، جرأت یا حقیقت می‌نویسیم و اینا رو اینجوری تا می‌کنیم، قاطی می‌کنیم. بعد که قاطی کردیم به نوبت نفر یه دونه برگه برمی‌داریم و حالا اون جرأت یا حقیقت رو می‌خونیم و حالا باید انجامش بدیم. اگر انجام دادیم که دادیم، اگر انجام ندادیم از این فلفلای خیلی تنده یه گاز باید بزنیم. اوکی. خب الان بریم برای نوشتن سوالا. یس، ما سوالا رو می‌نویسیم و حالا ببینیم چی میشه. سوالا رو نوشتیم. اول یکیش باشه. اول خب گایز اول تو برای نیم سنگ کاغذ قیچی سر دوتا سنگ کاغذ قیچی سر یکی دیگه. من بردارم؟ نه من میشه برداری؟ نه تغییر تو همه ایجاد نمی‌کنه. سوال توه. سوال من ببینم. به خودت توی آینه نگاه کن و به مدت 50 ثانیه خودتو دیس کن. حالا میتونی از جلوی بیشتر استفاده کنی. بخوام خودم رو دیس کنم؟ آره. نمیتونم خودم رو دیس کنم دیگه. میتونی فلفل هم بخوری. فلفل با لایف. نه دیگه فلفل رو خوردی نمیتونی سریع اون لایف رو بخور تندیش بره فلان اینا. باید چند دقیقه صبر کنی. چند ثانیه حداقل. خب خودتو دیس کن. یعنی من نمیتونم من کسی نمیتونه منو دیس کنه و من خودم رو دیس کنم. نو وی. میتونم من دیست کنم؟ نو. نمیدونم قدیم موش بخوری. یا بهم میگن سوال کلش رو نمید بخورم. یه گاز داره بزن. من عاشق تندیم. عاشق تندی. عاشقای تندی هم اینو نمیتونم بخورم. خیلی تنده فلفلش، یعنی دیوونت میکنم. الان میتونم بخورم. نه من بردارم بعدش. سوال خودم برای خودم افتاد. سوالای من خیلی آسون بود. ببینم. بده من. یه چیزی که توی زندگی از همه مخفی کردی رو بگو. یه چیزی که توی زندگی از همه مخفی کردم. کاشکی رو نمیخوردم. آب از همه مخفی کردم. آب نداریم، لایف بزن. چی رو مخفی کردم؟ به خدا یادم نمیاد. بگو دیگه یه چیزی مثلا تو بچگی مخفی کردی. اصلا نه، یه چیز غیر بچگی هم مخفی کردم. بذار مخفی بمونه. خیلی چیزی خیلی تند میدونم. باید بچه‌ها میترسم من اینو خوردم. من طبع بدنم تنده بچه‌ها و فوق‌العاده تندی دوست دارم. یعنی غذام باید فلفل زیاد باشه و شاید نمک نداشته باشه غذام، ولی باید تند باشه. این خیلی تند بود. من نوت اولیه‌اش یکم مزه سبزی میده. حتی خوردم. بردار سریع. خب بهترین اتفاق زندگیم. اینو میتونم بگم. بهترین اتفاق زندگیم. آره یکیش این بود که مثلا بذار فکر کنم یه اتفاق رویداد. بهترین رویداد زندگیم این بود که با رفیقام دیسکانکت شدم. همچین حسی دارم چون خیلی بی محتوا بودن.
محتوای مفیدی نداشتن. حالا که بنده خدا رو دیس نکن جلو بنده خلاصه اونو بعد قطع کردیم. بهترین اتفاق زندگی آره که با یه سری از رفیقام دیسکانکت شدم و فوق‌العاده بود برام که موفقیتم خیلی بیشتر شد. خیلی خوب. اوکی بریم نکست. امیدوارم جرأت‌های سمی که نوشتم برام نیفته چون واقعا مجبورم فلفل بخورم دوباره. یه دوست ندارم فلفل بخورم حاضرم کل سوالا رو جواب بدم. من به تو تا حالا بهت خیانت شده و ریاکشن چیه؟ سیاه تا دلت بخواد. نه یکی از خیانتایی که واقعا طرف دوست داشتی و موقعی که خیانت شد بهت ناراحت شدی، یعنی نه که دلت بشکنه ولی خب ناراحت شدی و ریاکشن طرف من هر وقت که خیانت بشه بهم ناراحت میشن. تو قطعا تا که دوست نداشته باشی که بهش اجازه نمیدی اصلا بهت خیانت کنه. ولی نه من هیچ ریاکشن خاصی نشون ندادم به خیانت. من اتفاقا خیلی بلاک هم نکردی یارو؟ نه دیگه کلا از زندگیم طرفو انداختم بیرون. اتفاقا خیانت شده تا دلتون بخوادم بهم خیانت شده. همه ایرانی‌ها هست. نه خیر بیبیم خیانت کار نیست. آره خیلی بهم خیانت شده ولی خب هیچ کاری نکردم. ترجیحاً همیشه از زندگی طرف مقابل رفتم بیرون و به نظرم شما هم همین کار کنید. اگه روزی جایی کسی بهتون خیانت کرد اون آدم رو حذف کنید. چون ذات خیانتکارتو نمیتونی تغییر بدی. افتاد برام. زنگ بزن به یکی از دوستای صمیمی بگو حامله ای. داشتم که به یسنا زنگ بزن. یسنا الان جواب نمیدم. یا خبر نه الان سالونه. من به یسنا زنگ بزنم یا کار نیست؟ به یسنا زنگ بزن. خب یسنا باور نمیکنه واقعا. الان من بهش بگم حامله‌ام واقعا طبیعی بگو. خب با چیز نگو، با خنده نگو. بذار فون. خب به نرگس نه به کیمیا زنگ بزنم. از کیمیا هم جواب بده. کیمیا خواب الان؟ نه کیمیا من اگه جواب نداد دیگه کار نیست زنگ بزنم. حالا دیگه تایمی که همه گرفتن خوابیدن ما یوتیوب میگیم بیزی پارمیز شمارش تو اون گوشیمه. خب بذار پسر نمیشه. نه این مسئله دخترونه است. فلفل بخوری؟ نه نو وی. خب ببین الان شماره پارمیز تو اون گوشیمه و خب به کیمیا زنگ بزن. اون اشغال بیا یسنا زنگ زن. الو سلام چطوری؟ خوبی؟ کجایی؟ میگم من یه اتفاق برام افتاده به فاتی نگفتم. خب بیبی چک گرفتم. بیبی چک هم مثبت در اومد. جدی دارم یه دونه نگه یکی دیگه هم بگی. 3 تا گرفتم یسنا. مال چیه؟ دیروز گرفتم. مال کیه؟ یسنا که خودت بدی ریسکا شدی عشقم. جرأته بزنم جرأته قیافه من می‌خورم. بار اولی خیلی خوب بود. میگه یکی دیگه هم برو بگی. از رفیقای ما عالی بود یسنا. عشق منی مراقب خودت باش. خداحافظ. وای مشاورت می‌کنیم. رفاقت میذاره برای رفاقت حرام است. یه برو یه دونه دیگه بگی. فقط از
از بدترین یکی از بدترین اتفاقات زندگی. یو نمیخوام بدترین اتفاق خب بگو که مرگی فوتی چیزی نشده. نه بدترین اتفاق زندگیمو نمیخوام بگم. من به جای میسوزم هر بار این گاز میزنه. من بدترین اتفاق زندگی خیلی بده. خدا نصیب برگ بیابونم نکنه. خب یکم طعمشو بچش بعد من برمیدارم. مثلا من زبونم دیگه داره سر میشه. کیمیا منو بزنه. دیگه بگو. دیگه بلم کن. نه بدو. بعدن جواب بده. الو عشقم میگیرم یه کاری داشتم بعد بهت زنگ زنم. باشه چون واقعا تنده. اوه یه پارچه ببینم یه پارچه بریزی روی سر. بیارم من بریزم. نه فلفل میخورم. آب بریزی تو این سرما. نه چیز خوبه. 10 درجه خیلی تند پشما. خیلی انتخاب سختی بود. بخور. این برم الان سره با این برم. من با ماسک می آوردم. این نمیبره. نوشه جان. وای خدای اون جرأت سختی که نوشتم نیفته برام. بخوام دوباره بخورم. اوه ازدواج با پول بدون عشق یا ازدواج با عشق بدون پول؟ ازدواج با عشق بدون پول میاد. عشق نمیاد. خیلی چند دقیقه تنفس کنیم. خب من بودم. آره من جواب سوال تو رو دادم. چی گفتی؟ ازدواج با عشق بدون پول یا با پول بدون عشق؟ خب کدوم؟ با عشق بدون پول. بهش فوش بده. چرا این چیزا به من میافته؟ من خودم بیادبی نیستم. الان زنگ بزنم بهش فوش بدم. سوال اینه زنگ بزن یعنی جرأت. زنگ بزن به یکی از دوستای صمیمیت و بهش فوش بده. شروع کن فقط فوش بده. یعنی حتی حرف میزد تو فوش بده. باز فوش بده. اونجایی که آدم بیادبی نیستم اون بیادب فوش نمیدم. فوش میده دیگه. کاش که این برای من میافتاد. زنگ میزدم فوش میده. الان منم اینجاست دافی. واقعا تنده. خیلی. خب منم تو رو خدا اینو بر ندارم. قاطی شده. اینو تو انجام دادی. فقط یکی دیگه مونده. یکی دیگه نمونده. یکی رفته با پرتیا اونجا. چاه مکن بهره کسی. اول خودت یه ویدیو دوم کسی. از خودت بگیر و بگو من یه آدم نیستم و گاوم و استوریش کن. کامان میگیرن وقتی پیجت پرایوته. دیگه نمیتونم. بدون افکت. واقعا من کی باید افکت گرفتم اصلا. افکت به من نمیاد. هر وقت افکت میذارم خب من آدم نیستم. من گاوم. گاوه؟ من گاوم. ما
کلوس فرند آره دیگه استوریه. خب کلوس فرند نزدی. کلوس فرند ننویسم چه ربطی داره؟ استوریه اصلا ربطی نداره. عجب. این حساب نیست، یا بخور یا عادی بذار. چه ربطی داره؟ کلوس فرند هم استوری محسوب میشه. و گفتم که من آدم نیستم، من گاوم. ما حتی رفت کلا. چه زورش گرفت فلفل خورده میخواد بکنه پاچه من فلفله رو. چون من 3 بار فلفل خوردم و تو 1 بار. خب بچه ها یکی از سالام رفته نه چیز این همون سوال من بود ولی فکر کنم پنجتا شد. حالا یکی از سوال غیب شد دیگه، مهم نیستش. خب میتونی نگاه کنیم. اون بالاخره یه سواله میمونه واسه تو. فکر کنم تو تقلب کردی اصلا 10 تا ننوشتی. من 5 تا نوشتم. 10 تا چی 5 تا؟ نگاه کن. تو فکر کنم ننوشتی. عزیزم من 2 4 5 2 4 5. خب it's that's finish guys. خب اوکی عالی بود بچه‌ها. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودین. خب اگه خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون نره. مراقب زیباییاتون باشید. دوستتون دارم زیاد و دیگه سمت این فلفلا نرین اصلا.